این یکی از تمیزترین سقوط‌های تاریخ بشریه. واقعا اوضاعمون دیدنیه. آب نیست، برق نیست، کار نیست، گرونی داره خفمون میکنه، هوا داره عوض میشه، ولی مردم انگار توی یه سیرک زندگی میکنن. هیچ کس نمیبینه داریم فرو میریم، ولی تا دلت بخواد وقت دارن مسخره بازی های اینستا رو لایک کنن، پست های پوچ، کلیپ های بی‌معنی، اداتوری های سطح غاز، همونا که کوچیکترین ارزشی ندارن میلیونی حمایت میگیرن، ولی کار درست حرف حساب نه. برای این چیزا کسی وقت نداره. دممون گرم. هم بحران داریم، هم بیخیالی حرفه‌ای، هم حمایت از چیزهای بی‌مصرف. این سقوط فقط کار بحران ها نیست، کار خودمونه. داریم غرق میشیم، ولی سرگرمی هامون هنوز مهمتر از آینده‌مونه. واقعا تبریک میگم. این یکی از تمیزترین سقوط های تاریخ بشریه.